خب اینک شروع میکنیم به درس نوبتی. خب با این مقصد فعلی که در درس های پیشتر از ساخته بودیم میکشیم، یعنی بعضا. خب در این فایل گویم ما یک تبلیس و یک فرم داریم. خب دقت اید، اگر در تبلیس شما چنین ثبت های خالی پیدا شد، شما میتونید ثبت ها را یعنی که با روی موشک انتخاب نموده و تلیت کنید، یعنی که تازه کنید. دلیل زبس. خب باید خود رسام بکنیم که در درس گذشته ما هنگام انتخاب نمودن دلخواه فامیلیا در یعنی پلیس اسپیسکم در میدان فیا و کورسی که ما علاوه نمودیم این فامیلیا پیدا میشن و مقصد ما در این درس، هدف ما در این درس آن است که مثلا وهابوف اگر ما این را تغییر دهیم به وهابوف و مثلا کرسی 4 باید وقتی که تصدیق تگمشی تصدیق را پخش میکنیم باید همین تغییرات ها آمده، یعنی که با این ثبت یعنی که جاری شود، یعنی که وهابوف و کرسی 4 شود مثلا. خب برای این میگذاریم به رژیم کنسترکتور و انتخاب میکنیم تگمچه تصدیق را، تگمچه راست موشک را پخش میکنیم او را باز که ثبیتی. خب میگذاریم به کودش. خیلی این چرا میشه یک بار به توضیح میکنیم. خب وقتی که ما همین تگمچه را پخش میکنیم باید این ثبت هایی که ما تغییر دادیم رفته به تبلیس ثبت شد. با این برای چیکار کردن در کار؟ خب یکم کاری که ما میکنیم این همراه نمودن تبلیت سی فاکولته به یگان تغییر یابنده می باشد. مثلا در اینجا ما با ارستی می باشیم این تبلیت را. خب بعد از آنه که تگمچه پخش کرده می شود شما دقت دید که مثلا من انتخاب میکنم امینف. وقتی که من در اینجا تغییر میدهم مثلا امینف الکی این ثبت در تبلیت ما وجود ندارد، یعنی که در تبلیت ما هست من این امینف هست، ما تغییر دادیم امینف، یعنی که امینف در تبلیت ما نیست. خب لیکن به ما لازم می آید که اول همین ضبط را در تبلیت جستجو کنیم و هنگام آشکار و پیدا نمودن این ثبت ما آن را به این ثبت تغییر دهیم. با این مقصد ما تفتیش را از روی پلیس اسپیسکم میگذرانیم، یعنی که میگیم که فور ای برابر از 1 تا رسته رکورد کانت next ای. میگیم که اگر پلیس اسپیسکم کلمن یکم بود برابر باشد، یعنی که ستون یکمش ستون نولمش این کد ستون یکمش برابر باشد با مثلا rst точка fio fields بعد یعنی که ستون فیو آنگاه and if. خب میسنجیم که اول سنجیدن لازم یا همین درست یا نادرست فیو. خب بیاد میسنجیم تگمچه تصدیق یعنی که امینف. خب برای خاطر که مثلا وهابوف رو میگیریم کار نمیکند یا اینکه سالیف رو میگیریم کار نمیکند. برای چی؟ برای آنکه شما دقت دید ارسته در همین یکم ثبت ایستاده است، نمیتواند به ثبت های دیگر گذارد.
ما گفته بودیم که برای خاطره که مثلا ما به ثبت های اکسل پای در پای با پیش برویم گذاریم، ما باید چی گوییم؟ ما باید نوشیم که مثلا بیرون از شرط rst точка move next، یعنی که گذر. خب سولیف من این سولیف هم میگیرد، فردوسی من این فردوسی را میگیرد. یعنی که وقتی که ما فردوسی را انتخاب میکنیم، شما دقت دید که فردوسی در ثبت 8 شده است. ارسته از یک سر می شود، یعنی که می بیند امینوف ما پولیس اسپیس کن با فردوسی گفتگی فردوسی این پولی ارسته ما از یک سر می شود. امینوف برابر با فردوسی می نه موو نکست می شود، یک تا می گذارد، یک ثبت با پایان. شویف با فردوسی برابر می نه با یک ثبت دیگه، یعنی که فور سیکل را تغییر دادن میگیرد. خوب آمده می شود که هشتم سطر با می بیاد. فردوسی برابر با فردوسی می ها، اگر ها باشد آنگاه مثلا مسیج باکس فیو. خوب دقت دید، مثلا اینجا میگیریم شویف شما دقت دید شویف در ثبت دوم قرار دارد. اگر در تبلیغ شما مثلا 10 یا 15 هزار ثبت ها باشد، این کد نوشته ما کمتر سست‌تر کار میکند. برای چی؟ برای اینکه آمده شویف رو در ثبت دوم پیدا میکند، به شما نشان میدهد. خوب درست، لیکن تا اندمی که سیکل هست اجرا شدن میگیرد، یعنی که 10,000 مرتبه سیکل اجرا کرده می شود. خب برای خاطره که بعد از آن که ما طلبات یعنی که آن چیزی که می خواستیم دسترس کردیم، ما میگیم که سیکل تمام شود، یعنی که exit for. بیاید میبینیم مثلا میگیریم شویف، این شویف یعنی سب دیگر سیکل دیگر اجرا نمی شود تا اندمی که قیمتی در کارش را قبول کرد، تمام سیکل کار خود را قطع میکند. خب اکنون مثلا میگیریم مامادوف پخش میکنیم. مامادوف اگر ما اینجا مثلا نویسیم که اینجا نویسیم که کورس 5، وقتی که تکمچه تصدیق را پخش میکنیم، همین ثبت مامادوف تغییر مییابد، انیختر باید تغییر یابد. برای این ما کار میبریم، یعنی که من این سطر با آمدگی وقت با این را تغییر دهد. با این مقصد چی کار میکنیم؟ اول میبینیم که در رژیم کنسترکتور میبینیم که این میدان های ما چی نام دارند، یعنی که دروگی با ایمش بود از پول فیو، اینش بود از پول کورس. خوب میگیریم میگیم که مثلا rst точка اگر اد نیو نویسیم، این ثبت آخران رفته در یک ثبت نو میکند، لیکن ما ثبت بودگیش را تغییر دادنی هستیم. برای این میگیریم edit، یعنی که تغییرات در آوردن. rst точка باز همان اپدیت، یعنی که همان تغییراتی که ما میداریم ثبت شود. خب میگیریم rst точка fields فیا برابر شود با می پول فیا. rst точка fields کورس مثلا برابر شود با می پول کورس. خوب دقت دید، وقتی که سیکل با قدم اجرا شده می رود و rst گوییم برابر به همین ثبت مثلا 4 می شود، همان حالت به شما دقت دید، همان حالت به ما در شرط، در همان حالتی که مثلا rst در ثبت 4 قرار دارد، ما میگیم که همون تغییر ده. ستون فیاش برابر کن با این ستون کورسش برابر کن با پول مثلا کورس، باز همان را چی کن سخرانیت کن و از سیکل برآمده را. خب میگیریم مثلا
Мамадова курси 5 тасдиқ. Мамадова курси 5. یا اینکه الکه بینید مامادف نیست، یا اینکه سولیف کرسی 1. ما بچه سولیف مثلا می نویسیم که میرونف کرسی 2 تصدیق. الکه سولیف نیست کنی میرونف F5 mana Mironov kursi 2. الکه تغییر یافت به میرونف. این یعنی که قدم های اولین با تغییر دادن و ثبت نمودن ثبت های دلخواه در تبلیس. خب اگر این اکسل باشد برای ما کار آسان بود. با فکر ما یعنی که می نوشتیم که مثلا کلس 4 مثلا 2 برابر شد به فلان. لیکن این هم بسیار چیزی آسان است، فقط کمتر دقت داده و وظیفه ها را قدم به قدم اجرا نمودن در کار. تا اون دمی که شما آزادانه به استفاده این ویدیو فایل این کارها را کردن نتوانید، یعنی که آرام ننشینید، یعنی که حرکت کنید برای خاطر مستقل شدن. خب هر بار که شما این قدم ها رو تکرار به تکرار اجرا میکنید به شما امکانیت خوبتر و بیشتر پیدا میشود برای خاطر مثلا خودتون فکر کردن و یا خلاصه برآوردن یا مثلا عموما فهمیدن آن که تبلیت چگونه ثبت دارد، چگونه ثبت های آن را تغییر دادن ممکن است و دیگر و دیگر. خب از من میدانم که برای شما کمتر مشکل است، لیکن مشکلی این معنی ندارد. مشکلی این وقتی که شما حرکت میکنید تمام مشکلات حل خواهد شد. خب با همین ما این درس رو جمع بست میکنیم و در درس های من بعد آید دیگر امکانیت ها و راه های آسان نمودن کار در اکسس با استفاده از VBA رو دیده میبریم. خب شما میتوانید این درس ها رو استفاده برده دیگر انبارها رو تشکیل نموده، یعنی که عموما شما باید اکنون فکرهای خودتون را جاری کنید. شما که میدانید چگونه ثبت نو داخل میکنند، شما میدانید که چگونه ثبت های تبلیس را معین کردن ممکن، شما میتوانید چگونه ثبت های تبلیس را در تکست باکس کم پولیس اسپیس کم برآوردن، شما میتوانید الکه چه خیلی تغییر دادن ثبت ها را. خب شروع کنید. با شما موفقیت و من در نوبت خود کوشش میکنم که هرچی خوبتر و بیشتر برای شما معلومات های نو را دسترس کنم. خداوند نگهبان شما.